Tiene bonitas luces. Hands up, hands up. همه پناهنده هایی که آقای اردوغان گفتن که مرزا بازه میتونین بلند شین برین یونان، همه رو گرفتن لخ کردن، از توی رودخونه آب سرد کشوندنشون، بچه ها رو برداشتنشون آوردنشون اینجا، دوباره برگردوندنشون. توی راه پلیسا نقاب زده بودن، همه پولامون رو گرفتن ازمون، هرچی پول داشتیم گرفتن، هرچی وسیله داشتیم گرفتن، حتی به پیرن تنمون هم رحم نکردن، کوه لباسمون رو گرفتن، آتیش زدن تو یونان، بعد تیر هوایی شلیک میکردن، نمیدونم فوش میدادن چیکار میکردن، باتون میزدن به همون، زنا رو میگرفتن کتک میزدن. یه جا یک پلیس اومد زد به من، یکی از دوستامون بچهش اومد باتومش رو بغل کرد گفت عمو نگیر، نکن عمو نکن، اونم گرفت زد، اونم زد. خیلی بیشرفن، خیلی نامردن، ادعای دموکراسیشون میشه. ما مگه چی میخوایم؟ ما خاک میخوایم، ما فقط خاک میخوایم، یه جا میخوایم توی زندگی کنیم. جرممون چیه باید اینجوری با همون سگ رفتار کنن؟ اینا وضعشونه.